قرار شهردار دوشنبه درباره نکوشاندن و در جای خود باقی گذاشتن خانه صدرالدین عینی امروز 19 نوامبر صادر شد. بر اساس این قرار اکنون خانه استاد عینی در جای خود میماند و مقامات موظفند که اطراف آن را حفظ کرده گلکاری نمایند. این قرار در پی واکنش تند جامعه شهروندی و اهل ادب صادر شد. ماه آگوست امسال امیرخان قربانزاده معاون رئیس شهر دوشنبه با ارسال نامه از اکادمی علم‌های تاجیکستان خواسته بود برای کوچاندن خانه استاد عینی کمک نماید. اکادمی علم‌های تاجیکستان در نوبت خود یک نوع به این قرار راضیگی داد و گفت که باید در جای دیگر نخست خانه بنیاد شده و بعداً اسباب انجام خانه به آنجا انتقال داده شوند. ولی بعد رسانه‌ای شدن این خبر از سوی رسانه‌ها از جمله از سوی رادیوی آزادی، اهل ادب و جامعه شهروندی به آن واکنش تند نشان دادند. برخی آنها حتی حکومت تاجیکستان را به تحریف تاریخ متهم کرده قاطعانه طلب کردند که خانه استاد عینی را در جای خود باقی گذارد. مسئولین خانه استاد صدرالدین عینی از قرار شهردار دوشنبه خرسندند. از این فرصت استفاده برده شخصا خودم رسما تمام شخصان زیایی نفرانی که در تمام شبکه‌های سیاسی برآمد کرده پشتیبانی کردن از آثارخانه مینداری شخصی خودم میرسانم. به گفته مسئولین آثارخانه، صدرالدین عینی اساسگزار ادبیات نوین تاجیک و قهرمان تاجیکستان 3 سال اخیر عمر خود را همراه اهل عائله‌اش در اینجا گذرانده است و بعد وفات استاد عینی در سال 1954 یک مدت اهل عائله‌اش اینجا زندگی کردند و بعداً با آنها خانه جدا شد و اینجا را دولت به خانه تبدیل داد. برخی از اهل ادب میگویند قرار شهردار دوشنبه درباره کوچاندن خانه صدرالدین عینی از آغاز اشتباه بود. ببینید شهرداری میتونست که اصلا به اعتبار نگیرد صدای اعتراض مردم را و اون کار را میخواهد که بکند و در اساس جوابی که رئیس اکادمی علوم تاجیکستان به ایشان داد که میتواند به جای دیگر یک ساختمان جدید اعمار کنید و این اشیا را به جای دیگر کوچانید. در اساس هم میتونست که بکند، ولی خوشبختانه اینها غلط بودن تصمیم خود را فهمیدن و اقرار کردند که این کار غلط است. خانه صدرالدین عینی از کمترین بناهای تاریخی در پایتخت تاجیکستان می باشد که در پی طلب جامعه شهروندی و اهل ادب مقامات از تخریب و یا کوچاندن آن دست میکشند. پیشتر عین چنین طلبها در وقت تخریب تئاتر مایاکوفسکی و بنای حکومت مرکزی صدا داده بود، اما صرف نظر از این اعتراض و ناراضگی ها مقامات این دو بنا را تخریب کردند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.